مسلمان‌ها اولین رشته مثلا در شیمی، در فیزیک سهمای بزرگ داشتن که همون علم توسعه بخشیدن، لیکن هیچگاه در فکری ساختن سلاحی که مردم 10,000 و 100,000 و 10,000 خانه رو در یک آن نیست کند نبود. این اثر همون پیر سامانی‌ها هست. مقاومت مردمی ورا یعنی که شایان تحسین است داره. جالبش اینه که همین مردم سلاحشور، همین مردم بیباک، مردم جسور وقتی اسلام آورد به نیروی اسلام چه نیروی اضافه شد. وقتی دین حق قبول کردن دیگه به این دین همین خدمت کردن که این باید که برای الله تعالی باشه. علم باید که با معنویات باشه. پژوهشگری زردشتی دکتر کتایون مزداپور میگه که جامعه ایران هرگز نوشتاری نبود. یا زیگرید هونکا یعنی یک آلمانی مشهور است میگه که مسلمان‌ها بر خلق‌های مغلوب شده اسلام را بار نمی‌کردن. نیست میگه که مسلمان‌ها پلان کشیده رفته. منم و یک قشلاقمون نیست میگم دهه برون کنم زردشتی. این دهه نیست میگم برون کنم نصرانیان نگفتن. هیچ چیز نیست میگفتن. سلام علیکم بینندگان گرامی، به پادکست نوبتی هر یک شما را خوش آمدید میگویم. ما در برنامه گذشته درباره فتح سمرقند همراه استاد صحبت کردیم. حلقه خیلی جالب بود و توصیه میکنیم که اگر آن را تماشا نکرده باشید آن را در شبکه نجم تماشا کنید. و امروز درباره عامل‌های شکست مردم محلی همراه استاد صحبت خواهیم کرد. استاد باز بار دیگر خوش آمدید میگویم. سلام باشید. سوال نخستین استاد، چی سبب شد که اینقدر یک عددی مثلا 30-40 هزار با عدد عرب ها از چند هزار کیلومتر آمده مقابل میلیون ها نفر مردم محلی استوار ایستادند و این شهرها پسی هم فتح شدند؟ سبب ها و عامل ها چی بود استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر بکنیم، وقتی به حیات اصحاب کرام رضوان الله علیهم نظر بکنیم، یک نکته جالب میبینیم. مثلا در جنگ بدر مسلمانان 314 نفر 15 نفر بودن، مشرکان مثلا 1000 نفر بودن. احد هم عینا نمیخواد، مسلمانان 1000 نفر بودن، 900 نفر بودن، اونو 3000 نفر بودن. یا جنگ مثلا معته یا جنگ تبوک، مثلا تبوک پیامبر توانستن که 30,000 نفر برن اونجا در مقابل 200,000 نفر یا 150,000 نفر ویزانتیان. خب یعنی این قوت ایمان در مسلمان ها یک چیزی مکنون بود در وجود و در نهادشون. اونا میدونستن که عدد مسئله رو حل نمیکند، همیشه ایمان است که مسئله رو حل میکنه. کسی به همون قضیه خودش ایمان دارد، به همون غایه خودش ایمان دارد، ایمان و یقین دارد، عمل میکند و خانه یعنی که میبرد، نهایت همون تیم رو میبرد. خب اینجا غیر از اون که مسلمان ها صاحب رسالت بودن، خودشون صاحب رسالت میدونستن، باید که رسالتی که به محمد علیه السلام آمد برای جهانیان رسونند، چون که رسالت عالمی است. قرآن در چند جا میگه که ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، تو پیامبر برای عالمی هستی، کافة للناس، برای تمام مردم. یعنی اشاره‌ای است که در تنجیه قرآن این دین دینی عالمی هست. پیامبران بشارت به فتح میدادن، گفتن که قصری خسرو فتح شده است، قصر قیصر فتح شده است، مصر فتح می شود، قسطنطنیه فتح می شود. یعنی همه اینا یا امت یک همچون محرک و حرکت می‌دارن. ببین اونا میدونستند که پیغمبر که خبر داد این چیز شدنی که شدنی است، یقین است. بله. لیکن عامل‌های شکست خوردن مردم محلی خودمون رو ببینیم برادر. اینجا یعنی که عامل‌ها زیادن. یکیش هم پراکندگی سیاسی است. مثلا خود ما الان با جون غفور فهمیدن که حکومتی مستقل نبود، حکومتی که متمرکزه که تمام آسیا میان رو جمع کنه در اون زمان وجود نداشت. خب در نتیجه چی میشد؟ بین این حاکم‌های بین سمرقند و بخارا، بین بخارا و کیش، بین کیش و نسف، بین مثلا ترمیز و این، بین شومان و بین بخارا همیشه جنگ داخلی وجود داشت. همیشه به هم دیگر میزدن و دشمن هم دیگر بودن. و دیدم که در حلقه گذشته چخیل یک دیگر کمک کردن علیه یک دیگر. مثال آوردیم همین. مثلا چغانیان چخیل زیدی شمال هو کرد، یا خوب خوارزم زیدی بخارا و زیدی سمرقند کمک کرد. این همین چیز یعنی که وجود داشت. حتی زیدی برادرش هم مثلا چی کرده بود. یعنی بنابراین فاتحه تا اونستن که همین اختلاف بین همدیگری بین سمرقند و بخارا و شمال و خوارزم و چاچ و استرا اونها رو ماهرانه استفاده برده چون
این دولتچه ها رو به دست ادرگی سرکوب کنن و توانستن که سرکوب کنن در حقیقت. بله. خب دویم عاملش نداشتن دینی یگانه یا محاکم یگانه که همون مردم حمایت کنه. یعنی دین یگانه نداشتن یک دولت هم خطر است براش. بله. چون اگر یک دولت چند دینی شود به اصطلاح رحمتی محمد جان شکوری این بلا میشه برای دولت. چون که یعنی که از داخل جهت اجتماعی به هم آمیخته نمیشد مردم. بینشون یک پرده میشد همیشه. بنابراین چند دینی و چند مذهبی هم خطرش در همین چیز است. خب دیگرش خیلی ظلم اسلامی حاکم و این معلوم است که مردم برای ظلم میکردن. مثلا طرف جنوب بینمگر مثلا جنوب آسیا میونه اونو که تابع که نامی به مثلا ساسانی بودن اونا مجبور بودن که به ساسانی گاهی دارستان خراج باج خراج. اونایی که در منطقه شمالی آسیا بودن اونا مجبور بودن که برای خاقان ترک یا برای چینی ها خراج. این که دیگه دلشون زده بود مردم از این چیزا، یعنی که خسته شد مردم بشه. دیگر اینکه فاتحه ها از جهت نظامی پیشرفته بودن. اگر جهت نظامی بگیریم اونا خیلی پیشرفته، تجربه جنگی بسیار داشتن، مثلا امکانات مادی هاشون بسیار بود، ذخیره های نظامی هاشون. بعد آخه از هر بار ذخیره هاشون وسیع میشه چون که هر بار شهر رو فتح میکردن از جهت مالی بقوتر میشد. مثلا همونجا باز مثلا شمشیر غنیمت میگرفتن، کمان غنیمت میگرفتن مثلا که اون قوه اونها رو باز بالاتر میافزاد غیر از این. خب بعد یک چیز دیگه هم است که فاتحه وقتی شهر رو فتح میکردن در اونجا محله تشکیل میکردن. یعنی این فقط در زمان قتیبه شد. شهر هم در اومدن برای خود یک محله رو میگرفتن یا محله ناوی میساختن، اونجا محله نظامی میشد به اصطلاح. یعنی خود یک بازی نظامی بود، بازی حربی. بله. مثل بعضا تشکیل میکردن، هم غرضش هم شاید که آب چشم مردم گرفتن از یک جد که ما همینجا هستیم، دوم غرضش اسلام عملا نشون میدادن در همون محله. بله در همون محله عملا نشون میدادن، مردم هم میدیدن مثلا طرز نماز خوندن، طرز باشن با هم مهربون، این اون همین چیز برای مردم البته تأثیری مثبت میرسوند. تأثیر مثبت میرسوند. خب دیگر این که دیدم مثلا در فتح سمرقند یا خود پایکندم مثلا قتیبه اومد بوت شکست. بله. یعنی که اومدن اون خرافات در پیش نظر مردم اثبات کردن، یعنی که عملا نشون دادن که این چیزی خدا نیست، این خدا باشد عکس العمل میداد برای ما. من شکسته ایستادم لیکن هیچ از دستش نمیآید. باطل است این دینی که تو پرستش میکنیم، باطل است. یعنی این سبب شد که مردم باز بغیر از این گروه وارد اسلام شدن، به جنگ و به زوری به شمشیر به دیگرش این که فاتحه وقتی اومدن به همون عرف مردم محلی ارج میگذاشت. مثالش ببینید که در سال 120 هجری زمانی که اسد ابن عبدالله قصری والی خراسان بود، در عید مهرگان همراه اشرافای محلی مثال اشتراک میکرد، هدیه ها میداد و هدیه ها میگرفت، هدیه هم میداد میگرفتم. این در بدای نهایه ابن کثیر آورده. این اسد همون پیر سامانی ها هست که به نام همین شده، به نام همین فاتح شده. پدری سامان خدا، فرزند چه نامش اسد میمونه. این همون اسدی است که راوی حدیث هم است، همون اسدی است که پسرش هم احمد است. یعنی پدرش اونقدر به همین اسد ابن عبدالله اعتقاد داشت، اراده داشت که نام پسرش اسد گذاشت. همین کی سامان خدا. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که به سامان خدا مثلا چی باشد، مثلا خیانت کرده باشه. سامان خدا دید و چشم خودش دید که دین حق است، بنابراین خودش هم قبول کرد، فرزندش هم الان نامهای همون فاتحه رو گذاشت. و اینجا دیدیم که اینها با عرف مردم محلی ارج گذاشتن. مثلا مهرگان یک عید چیا بود، مردم منطقه بود، هم در عید مهرگان اومد اشتراک کرد، هم هدیه گرفت هم هدیه داد. یعنی هر عادت عرف و عادتی که همون محل داشت اگر به اسلام یگان ضدیت به عقیده چی یگان متعارض نباشد البته گذاری میکردن، قبول میکردن. و البته این ایده خاراکتر دینی نداشتن، خاراکتر اجتماعی داشتن بسیارتر. دهقان بله به همین چیزا وابسته بودن، یگان موضوع به آتش کده و که بود کده یگان علاقه نداشت. و الا مسلمان‌ها هیچ وقت در این نمود ایده اشتراک نمیکردن.
لیکن یک چیز دیگری باز قابل توجه است که استاد مردم ورارو با وجود که دولت متمرکز نداشتن، دولتی به قوت نیرومند هم نداشتن، قوه یگانه نداشتن، مقاومت مردم سوخت، مقاومت مردم ورارو یعنی که شایان تحسین است. در حقیقت این مردم برای خاطر وطن خودش مثلا جنگ کرد، برای خاطر حمایت وطنش چی کرد، مقاومت نشان داد، چی سوخت و چی باخت و چی آن. یعنی می‌بینیم که اینو ویزانتیه مثلا فتح کردن مسلمان‌ها، اونها دیگر بعد اون که فتح شد دیگه شورش خبر نیست. مصر هم ببینیم که بعد فتح دیگر همه مردم نگم شورش خبری نیست. لیکن این طرف مردم مثلا میگیریم خصوصا مردم ورارود، ایران هم اینقدر شورش زیاد داشت، لیکن به این شکلی که مردمی ورارود داشتن و مثلا سخت مثلا بله سرسختی اونجا نداشتن. من یک جز در حقیقت شایان تحسین هم هست که مردم وطن خودش دوست می‌داشت، مردم چی می‌کرد بی‌باکانه جنگ می‌کرد. اکنون بین دوستان اینجا جالبش اینه که همین مردم سلاحشور، همین مردم بی‌باک، همین مردم جسور وقتی اسلام آورد به نیروی اسلام چه نیروی اضافه شد. یعنی نتیجه چی شد؟ یعنی نتیجه اسلام آوردن مردم سلاحشور سوخت و باختر یا میورارو، ترک و تتر و اویغورا و دیگر مردمی که اطراف اونجا بودن همگی اسلام آوردن. یعنی اینها اسلام دیگه نشر کردن. دیگه اینها هستن که حاملان رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم اطراف دیگه کوچمنچی که در اطراف خود بودن. یعنی صفت اصلی آنها که یعنی استواری بود، سرسختی بود، وقتی دین حق قبول کردن دیگه به این دین همین خیلی خدمت کردن که چنانه که در حفظ وطن مثال مقاومتگری نشان داده بودن. در دین اسلام هم همین خیلی یعنی پیشرفت دین اسلام. استاد اکنون خوب این عامل های شکستی یعنی مردمی چی بود؟ مردم ما یا مردم ورارود چی از همین فتح اسلامی به دست آوردن؟ چی برخوردها کردن دوستان؟ یعنی ببینید برنامه تمدن ساز اسلام با واژه اقرا شروع شد. بله. وحی الهی به محمد علیه السلام با واژه اقرا یعنی که بخون به همین چیز شروع شد. و 5 آیات درباره دانش صحبت میکنه همینجا ببینید که اقرا بسم ربک. یعنی اینجا میفهمید که علم باید که به نام خدا باشد، علم باید که برای الله تعالی باشد، علم باید که با معنویات باشد. چون اگر علم با معنویات نباشد بالی انسان بلا و بالی انسان مصیبت ها میاره. بنابراین ببینید استاد یک جالب چیز نقطه یاد آمد. مسلمان ها شاید که اولین شده مثلا در خیمیا، در فیزیکا، در همه علمای دقیق سهمای بزرگ داشتن یا که همون علم توسعه بخشیدن، لیکن هیچگاه در فکری ساختن سلاحی که مردم 10,000 و 100,000 و 10,000 خانه رو در یک آن نیست کند نبودن. چون که اونها به اقرا به نام خدا وارد شدن. شخصی که به نام خدا وارد میشه هیچ وقت آدم کش نمیشد، آدم قتل نمیشد، نامرد نمیشد. یعنی ببینید گفتن که همین جنگ مثلا بین قوای نظامی میشود، بگذار بین نظامی ها شود، مثلا یک چیز اختراع نکردن که هم نظامی هم غیر نظامی قربان شود. چون که علمشون در اساس چی بود؟ اقرا. لیکن وقتی که آنها بیدینا و مثلا کافر وقتی علم گرفتن، اونا که به نام الله بود، اولین فکرشون چی بود؟ آدم کشی. اولین چیز یراق اختراع کنیم که هزارها آدم از 100,000 آدم در وقت کشیم. این پیشرفت علمی غرب امروز بمب‌های اتمی و بمب‌هایی که مثلا همه اسلحه‌ای که مردم عامه هزارها میلیون‌ها رو میکشن اختراع شد. نمیخش. چون که به نام الله. یکی بین اقرا. ببین تمدن اسلامی همین کلمه ساختگی است. اندلسی که هیچ نداشت به چی آوردن که اسپانیا چقدر تا حالا مثلا یعنی کوپرکوی هست که 1000 سال عمر داره اونجا. زمانی مسلمانان ساخته شده است. خب بیام سری واژه خودم. مثلا واژه علم در قرآن میگن 779 بار اومده است. علم با مشتقات علم. همین کلمه مشتقات است. یعنی به حساب میونه گیریم مثلا 7 بار در هر یک سوره اومده است. 7 بار در هر یک سوره. علم یا مشتقات علم. بله. مگن این دین مثلا میشه آدم کش شود.
علمی که در هر سورهش قریب 7 بار کلمه علم یا به همه علم مانند کلمه‌های مشتقات هم استفاده می‌کنه. یعنی بعد از لفظ الله دومین کلمه استفاده میشه علم است. ماشاءالله. یعنی همین، یعنی صاحب همین تمدن هستیم ما. بعد سهم اسلام در تمدن بشری میدونم که چی میشه، لیکن در باز به شکل عام در ورورود خودمون. بله. ورورود یعنی که آسیان خودمون، چی از جهت فکری باشه، چی از جهت عقیدتی باشه، اخلاقی باشه، ارزشی باشه، حقوقی باشه، ادبیات باشه، شعر باشه، علم دقیق باشه، خیلی بزرگ است. در همه ساحه‌ها یعنی سهم بزرگ گذاشتن. سهم اسلام در تمدن بشری به شکل عام است، در تمدن آسیمانه یا اینکه ورورود به شکل خاص است. که همین مسلمانان آسیمانه بودن که اینقدر چیکار همین علم رو رواج دادن، رونق دادن. باز به تفصیل صحبت میکنم اطرافی. لیکن استاد اگر با تو اسلام نظر کنیم اونجا ببینیم که طبقه بندی اجتماعی بود. اسلام طبقه بندی بیکار کرد. یعنی یکی از فایده هایی که مردم تاجیک از فتح اسلام گرفت، طبقه بندی اجتماعی بیکار شد. همین زرینکوبی که در تو صحبت کردن در حقیقت گذاشته، اونی که بسیار من دینسیتیزای ما یا دینسیتیزای ایرانی خیلی بگیم اون مستحکم میگیرن سخنانشون، میگه که مردم 4 طبقه بودن. یکمش کاسب و کشاورز بود، این طبقه پستن. دومش دبیرا بودن، سومش سپاهیا بودن، چهارمش اما بلندترینش مردم هم اوتربانا، آذربان که آتش بانو، هم موبد و بلای بتران. اینو مردم بلاش حکم میکردن. طبقه پایینترین کشاورز بود. خب یکی از سببای دیگرش یعنی که چیزی که باز ما رو مثلا خرسان میکنه این است که اون زمان علم دسترسی همه نبود. مثلا در زمان امپری فارس علم دسترسی همه نبود. تا این فردوسی هم در کتابش آوردگی است، در کتاب در قصه انوشیروان و کافشگر، که یک آدم دولت مثلا خزینه‌اش خالی میشود و پول میخواد از یک آدم که من پول میتونم به شرطی که بچه منم بره مکتب خوند. انوشیروان میگه نه، اگه به شرطی مکتب خونه میشه نه، چون مکتب خوندن، حرف شناسی خوندن، این که احتکار و منپولی فقط طبقه هم اوتربانا بود. شاهزاده و شاه و اریستوکرات ها فقط هم بود، دیندارا بود و خلاص. حکایت دیگرش این که بخارا، خوارزم، سمرقند، کیش، نسف، خوجند، استراوشن، ختلان، شومان، مثلا حصار و دیگر شهرها را با علم و با مدنیت و با معرفت زینت داد و مشهور عالم کرد. یعنی تا اسلام مثلا اصروشنه که میدونید، ختلانه که میدونید، اینه که میدونید، همه علماء که بعد از اسلام برآمدن مشهور کردن. یعنی تصور کنید دوستان، یه فاتح می اومد عرب نزد بخاریه که چیز از فرزند مردم محلی اصطلاح شده است، ترمذی اصطلاح شده مثلا فرزند، یا اینکه ابو حفص کبیر یا ابو حفص صغیر یا فلانی، می اومدن عربا زانو میزدن حدیث میگفتن از وی. در کجا دیدید که ببینید که انسانی که خودش که به اصطلاح اگر جای بشد اصطلاحگر است، می آید از اونایی که اصطلاح کرده از علم میگیره. یعنی که برای اون اصلا چی میتاد مجالی طلب علم میتاد در دانشگاه های خودشو در آورد. مثلا میدونم که در آمریکا تو با نزدیکی انسانای سیاه‌پوست حق در مکتب با سفیدپوستان نشستن نداشتن، حق دانشگاه خوندن نداشتن، تو در یک اتوبوس نشستن حق نداشتن. بله. اتوبوسش جدا بود مثلا. این بود یعنی که یکی از بردهایی که ما کردیم. مثلا من نیشاپورم به مشهور جهان چی کرد، اصفهان چی مشهور کرد، شیراز چی مشهور کرد. مثلا یکی دیگه ببینید که استاد مثلا امام 4 مذهب یکتاش از ما هست. مثلا ما 2009 هم دارم و وطن ما جشن گرفتن همین چیز امام اعظم مثلا فارس بودن و اینا. ابو حنیفه اگر عربی مسلمان مثلا یعنی که با ما همچون غلام، با ما همچون یک انسان دوم درجه نظر میکرد، انسان دونی نظر میکرد، مگر پیرو ابو حنیفه میشد. بزرگترین خلافت عباسی است، به همین حکمی چه مذهب ابو حنیفه میرفت. تصور کنید این خب یعنی یک جو شوندگی نیست که مثلا یک آمریکایی رفته از اون مردمی تهجایی مثلا سرخپوست خودش علم گرفته باشه یا اون را با خود همراه کرده باشه، یا مثلا یک روسه دیده باشه که پیش چوکچه رو بود مثلا درس خوندن، مثلا چوکچه برای خودش معلم میداد و نمونه گرفت. یعنی تا حال مثلا یوراهای مثلا بیزه 20 به غیر خودشون.
لیکن اینا وقتی اومدن مردم محلی از اونو پیش دستی کردن، از اونو پیشروی کردن در علم و در همه چیز، در دانش. یون که ببینید ابو حفص کبیر، مرغینانی داریم، فرغانی داریم، اسروشانی داریم، خوجندی داریم، ختلانی داریم، فلانی داریم، یعنی حصاری داریم یا شومانی داریم. همگی یعنی که از ملت‌های اصلاح شده بودن به اصطلاح. همگی از ملت‌های اصلاح شده بودن. لیکن فتوای اونها چی بود؟ دستورالعمل بزرگترین خلافت، یعنی که عباسی، بعد اون خلافت عثمانی مثلا. این یکی از دستاورد دیگری مردم بود. یا اینکه بخاری، سینا، خوارزمی، بیرونی، نصفی، سمرقندی، سغدی، ختلانی، فلانی داریم علما. مگر این دستاورد نیست؟ یعنی یک نفر پیش از اسلام داریم به همین نام که مشهور شده باشه به یگان چیز مثلا. این هم کامپیوتری که مثلا نزد ما قرار دارن مثلا. یعنی که ما نمیتونیم به این زندگی کنیم مثلا تمام معلومات ما همینجا هست. یعنی اساسش هم الگوریتمی الخوارزمی که بازم از منطقه ما هست. خوارزم مثلا از مردمای اون زمان یعنی که زبانشون یکی از شاخه‌های زبان فارسی حساب میشد یا که زبان سغدی حساب میشد. القانون ابن سینا مثلا 100 ساله ها یک دستورالعمل در که دانشگاه‌های مثلا طبی اروپا بود. نتیجه همین فتح اسلامی است. نتیجه است. خوارزمی هم چخیلی بود. یا اینکه مثلا خوارزمی اولین شخصی که خریطه ساخت، بعد اومد ادریسی اندلسی اومد و با خریطه تکمیل کرد و تجدید کرد. نتیجه فتح اسلامی است. یعنی ما پیش از اسلام یکم انسان نداریم که مثلا گئوگراف باشه، چخیلی که اسلام اومد خوارزمی رو برای ما داد. چرا؟ چون که بازم مسلمان بیکار ذکر نکردیم کلمه اقرا رو. اقرا این مردم هم کرد. همه عباره بخوان. یعنی که مثلا فتح اسلامی ببینید البیرونی داد برای ما که 146 کتاب داره. 95 تاش فقط درباره فلک و متماتیک است. 95 تایی از 146 تصور کنید. این تقریبا 70% میشه. بله. یعنی اونا نه تنها در علم شرعی مثل دست بالا بودن در این علم دست بالا، اونا را اساس میشماردن. اونا یقین داشتن که متماتیک برای شناخت خدا راه میکشه. فیزیک برای شناخت خدا، خیمه برای خدا. یعنی که باید مسلمان همیشه باشه اصلا. این علم‌های چند یاری دهنده برای چیز شناخت خدای تعالی هست. یعنی استاد پیش از اسلام همچون به مانند همین ها نمونه های نداریم که از سرزمین ما باشند و اساسگذار علم های دقیق باشند. یعنی همین بعد از اسلام، بعد از اون دستوراتی که گفتیم اقرا بود و به علم ترغیب میکرد، و ما اینقدر بزرگان، اینقدر مثال گیریم دانشمندانی که به سطح جهانی است و اساسگذار علم های دقیق است، اینها رو به ما بخشیدن. بله، ما اینا رو برای چی ذکر میکنیم؟ برای اینکه بعضی ها دیده و دانستنی به مصلحت پیشکی معلوماتای گمراه کننده میگن که فقط ما ملا بودن، ساله داشتن، ریش داشتن، جلک هم در حالی که مثلا بیرونی ببینید میگن تالیفات چیز بود. یا خود خوارزمی که همه خیلی کار کرد که همین چیزی که خریطه‌ای که ساخته است بیرونی 42 کیلومتر خطا کرده. شمردن چه زمین طول و عرض زمین 42 کیلومتر. با اون میگن که یک اسبابای بیدایی یعنی نه چی داشتن، یعنی قبل از اسلام نه هیچ نداشتن. نه ارسطوطل داشتیم، نه سقراط و نه بقراط و نه پیفاگور و نه هیچ نداشت. اسلام اومد که شخصایی داد که از این سقراط و بقراط و پیفاگور هم پیش رفت. همین تاجیکای خود ما، یعنی که مردم محلی خود ما، یعنی فتح چی داد؟ همین چیز داد برای ما. بله. یعنی برای ما دولت داد، یعنی دولتی داد که اومدن مثلا فاتحان هم سقد و باختر دولت یگانه نیرومند نداشتن تا اومدن مسلمان. لیکن که اسلام برای ما دولت داد. مردم مومی با همون زبان ملی خودشون دولت ساختن که همون زبان ملیشون، همون زبان و دولتشون به نظر داشت شریعت اسلامی بنا یافت. اسماعیل سامانی عالم بود، محدث بود، حدیث میگفت، قاری قرآن بود. مثلا کتاب غریب الحدیث و اینا عجب می‌دونید، اینکه پدرش هم گفتم راوی حدیث بود. اینا حدیثای مثلا پیامبر علیه السلام روایت می‌کردن، علما رو اکرام و عزت می‌کردن. این همین دولتی که ما با اون فخر می‌کنیم، همین نتیجه فتح است. اینکه به برکت همین دولت مثلا خلقای ورانود متحد شدن با سرلشکری مثلا مسلم خراسانی توانستن سال 133 چینی‌ها رو در طلس شکسته. نزد در یک غزوه خیلی کناز غزوه طلس
شکست دادن. در نتیجه چی؟ در نتیجه همون یک مرکزی شدن حکم مثال در آسیا میمونه. چون که تا این ببینید ما در حلقه پیش گفتیم که فقط مردم وقتی احساس خطر میکردن از چین کمک طلب میکردن. این بار چین شکست دادن خودشون. هم مردم محلی با قوت ایمانشون با قوت اسلامشون این معرکه سال این نبرد طلا سال 751 میلادی شده است. بعد در این جنگ یکی از دیگه فایده شده است که مسلمان‌ها چینی‌ها رو چی میگیرن؟ اسیر میگیرن. در نتیجه صنعت کاغذ سازی، صنعت ابریشم در سمرقند گسترش می‌یابد و از سمرقند دیگه طرف غربی عالم اسلام میره. اون طرف ایران و اون طرف عراق و شام و مصر و اون طرف میره. و تا حالا همین صنعت شکل دستی سمرقند رو حفظ کردن. تا حالا ابریشمی دستی، کاغذ دستی رو به دست میبرن. بعضی اویلا هستن در اونجا. این هم دستاوردش اینه که از اسلام میراث اسلام است. انا یکی دیگرش این بود که اگه اسلام نمیشد مردم مثلا ما هم مثل هندوستان چند خدایی و چند ولی میشد نمیرفت. چون ما در حلقه اول هم گفتیم که مردم چند دین داشتن. مثال یک دینی زرتشتی نبود. چون که شما در همه حلقه حالت اجتماعی و دینیش بیان کردید. بود پرست هم بودن. بود پرست، مرده پرست هم بود. دینی مانوی هم بود. یعنی که یک چند دین بود. یک دین بونی مردم حکومت نداشت. دینی گوناگون بود. فکر تصور کنید که استاد خیلی که ذکر کردن قطیبه وقتی بت‌ها رو شکسته آب کن 200 چند کیلو 212 کیلو نقره همه ما بت‌ها بوده. بعد همین هم ببینید وقتی شکستنش هم خیلی گفتم مردم هم خیلی چیکار که این چیزای بیکاره بود اصلا خدا باشه از دفاع می‌کنه. همین فتح اسلامی برای مسلمان‌های غیر عرب حقوق اداره سرزمین‌های عرب نشین داد. این به چه معنی است؟ اینکه من از کتاب چی گرفتم خدا رحمت کنه احرار مختار فضای مؤرخ بزرگ استرابشنی هستم. احرار مختار میگن که در اینجا اینکه بعضی انسان بودن که از سقط باختر خطبان این طرف بردند اونجا حاکم قرار داد. مردم میگه است مثلا احرار مختار میرن میگن که مثلا شبلی هست. اون شبلی استرابشنی یکی از چیزای که خطبای اهل تصوف حساب میشه. همین مرد که پدرش حاکم بود در عراق. بعد میگن که خود او یعنی که خود شبلی هم زمان حاکم شهر دومان اقلیم تبریستان ایران حاضر تقریبا منطقه مازندران اونجا است. بعد که پدرش تا تو یک زمان چی میشه حاجب خلیفه میشه دربان به اصطلاح حاضر مثلا رئیس دستگاه استاد یک استراحشنی عادی مثلا میره یا استراحشن اونجا حاجب خلیفه میشه. تصور کنید خلیفه که نیم عالم در وای میکنه. اکنون استاد تصور کنیم که حاضر مثلا در عصر حاضر یگون توجیک یا در عصر شوروی گوییم رفته در یگون مثال گیریم شهرهای روسیه حاکم شده باشه یا به اصطلاح گوبرناتور شده باشه. مثلا اون وزیر اصلا نداشت. اون وزیر توجیک در مسکو نبود. مثلا میکایان بود، ارمیان بود مثلا یا بیریا مثلا گروزین بود اونجا. لیکن یگون توجیکی نبود. تا اخیرا هم نکن توجیک بیچاره وظیفه نگرفته. خب میبینیم که باز استاد هم به معنا در مصر و مغرب در زمان عباسیات تا فاطمیات تقریبا 30 نفر خراسانی یعنی که مردم مناطق ما شمال و شرق ایران و منطقه ما 200 سال حکومت داشت در هر کجا مثلا در حالی که مثلا ساسانی‌ها اینقدر طبقه بندی اجتماعی مثلا داشتن چه خیلی گفتیم هیچگاه اون ورورودی رو آرد حکومت ندادن مثلا در ایران مثلا اون سرزمین‌ها که حکومت داشت چون خودشون از طبقه بالا می‌داشتن. خب اینجا مثلا دانشنامه مزدای اسنا هم بازی کنیم. مزدای اسنا هم دانشنامه یهودی هست زردشتای ایران است. دانشنامه این بعد نوشته که از جمشید میگه که این براشو میخونم درباره مردم تهران یعنی که مردم آسیا میانه میگه که رفته پایه تمدن ایرانیان به جای رسید که آنان را یعنی مردمی ورارود را بیگانه و ننگ میدونست. میگفتن که اینا آریایی های بدوی، آریایی های کوهستانی،
آریایی‌های کوچمنچی به همین شکل مثلا نگاه میکنن با مردم برو. بله برای ساسانی‌ها به مردم برو. برای هیچگاه اونا قائل نمیشدن که برای مردم حکومت، یعنی که مایده‌ترین کوچکترین شاید که روستا را برای اونا نمیداد. لیکن در زمان اسلام مسلمان‌ها تونستن که تو این ناگفته از اون فقها، مثلا همون قصه مشهوری چی است، عبدالملک شوم ابن عبدالملک، خب میگه که وقتی که علمای میپرسد میگه که عالمی مثلا فتوا مدین کی هست، میگه که شوم که فقیه مدینه کی است، میگه که نافع کی است، میگه مولا است، یعنی غیر عربی است. میگه که عطا ابن ابی رباح میگه هم غیر عربی است. مکحول غیر عربی است. میمون ابن مهران غیر عربی است. حسن و ابن شیرین، یعنی که حسن بصری و محمد ابن سیرین کی است، میگه مولا هست، هم فارس بودن هر دوشون. یعنی کوفه چی میگه؟ کوفه میگه ابراهیم نخعی است. عرب است، میگه ها عرب است. خیرات میگه عرب که من دیگه آرام شدم، میگه ابو خلیفه که نخعی قبیله چی قحو توزیع عرب است. این ابو زهره مثلا چی میکنه روایت میکنه. برای من اینه که همین چیز داد برای موسی عزت و اکرام، یعنی با خودشون برابر کرد. البته در زمان اموی بودن بعضی که مثلا خیلی که تعصب قومی و داشتن، لیکن فکری سعید یا که فکری که بوله هم مسلمان نبود. دیگه بعضی شاید بودن که خشن عرب ما خیلی لیکن به شکلی هم گریم دیدیم که نتیجه رو دیدیم که مثلا نتیجه مثلا دیدیم که مردم در همه ساحه فعال بود، چی در ساحه علم چی در ساحه اداره. شما ابو مسلم خراسان مثلا وزیر دفاع عباسیان و یا ایرانی و یا فارسی که از خراسان حکومت باور کنه. یعنی استاد امروزه اگر مثال مقایسه کنیم با امروزه اصطلاحگرا، چنانه که بعضی ها مثال فتح اسلامی اصطلاح میگوین، امروزه اصطلاحگرا هر جای هر کشوری که میدارن غارت میکنند و چی میکنند، یا اولین شده همون اگر دانشمندایی که در همون کشور است همونها سر میزنند و میکشند. اما برعکس ما در فتح اسلامی عکس این رو دیدیم. استاد یعنی هدف فتح اسلامی چی بود؟ هدف از همین فتوحات چی بود؟ بله خب سوال خوب است. من اینجا اول شروع میکنم از کتاب اساسهای دینشناسی شیرزاد عبداللهزاده، یکی از فیلسوفای تاجیک است معاصرین. در صفحه 222 در این کتاب اشاره میکنه که هنگام فتوحات قبول اسلام مجبوری نبود. در اصل فتوحات هدف مادی و سیاسی داشت. برای گسترش اسلام زمینه سازی، یعنی که یک از سوالش بود برای گسترش اسلام زمینه سازی میکرد فتوحات، یعنی از میان برداشتن مانع‌های سیاسی برای قبول اسلام بود. خیلی جالب چیکار از درکت، یعنی که هدفش برداشتن مانع‌های سیاسی. اون قلدر همون ظالمی که مثلا نمیگذارد که به مردم، به توده‌های مردم مثلا اسلام رفته رسد، همون مانع‌ها رو برطرف کردن. هدف فتح اسلام که ویژگی همین امت ما است که امر معروف و نهی منکر الله تعالی گفت که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وقتی که همون ربیع ابن عامر هم نزد رستم رفتم وقت وزیر دفاع ایران گفت که گفت الله تعالی از ما پیامبر فرستاد تا اینکه بندگان را از عبادت بنده به عبادت خدای بنده راهنمایی کنه. اینکه هدف ما همین چیز است که ما برای مال شما اومدیم، نه برای قصر شما اومدیم، نه برای خب به همین یعنی که میشود که بین مستد که یک تولی جنایتکار مثلا وقت ساسانی‌های بندگر، یعنی که یک برنامه‌های داشتن، برنامه‌های ضد خدای داشتن که مردم از خدا دور میکرد، مردم چی میکرد نمیگذاشت که به آنها دعوت رسد. و این فتوحات اومد تا اینکه همین مانع رو پیش کشید، تا اینکه مسلمانان توانند چی روان دعوت. این نمونهش بسیار از مثلا بین اندونزی مالزی که جنگ نبرده شد با شمشیر برده باشه که مسلمان شه بشه، لیکن مسلمان جزیره های مالدیف مثلا اونا بس به اون که یک آدم رفت اونها رو از یا مشکلی خلاص کرد، همون جزیره مالدیف همه که اسلام آورد مثلا. یعنی اونها عادتا مردم جایی که اسلام قبول میکنن هیچ وقت مسلمانان شرط نبود که رفتن اونجا خون ریزان، خون خودشون هم ریزان و قربانی کنن و شهید کنن با مردم کشتن. نمی‌دونم میگفتن که ما مانعه ها رو باید چی کنیم، هم مانعه ها باید دور کرده شود. خب یعنی ببینید برای مثال شما مثال ببینید اگر منصفانه نظر کنیم اگر کشور کشاهای اگر اسکندر مقدونی مثلا از اروپا اومد تو خودی هم چین رفت، آسیای صغرا گرفت، عراق گرفت، فارس گرفتن و رود گرفت، هند رفت، لیکن اثرش نیست. نه دینش نه مکتبش چی بودنش معلومات، نه زبانش چی بودن، یعنی که همه زائل شد رفت، نابود شد رفت.
چون که برای خدا نبود، این کارا برای خاطر شخصی بود، برای خاطر چی خود. یگام اثر وجود نداره. از دیگرم گویم اینجا همین بعضی میخونم در فیسبوک اونجا که میگه که چخیرن که اسکندر تعریف میکنن اینا مسلمانای در نظر اسکندری ذوالقرنین، یعنی نمیدونم که فرق بین اسکندر و ذوالقرنین هست. این اسکندری که مقدونی هست، مقدونی هست، اسکندر ذوالقرنین نیست. من جامع بعضی اون که جامع تو دربارش کتاب نیست، جامع درباره اسکندر ذوالقرنین نه درباره اسکندر مقدونی. اینا هم چون طعنه میگیرن که نبینه بعضی دیندارا مثلا چی میگفتن چیزی مداحی همون اسکندر میکنن، در حالی که این درباره اسکندر ذوالقرنین گپ میزنن، همونی که در سوره کهف ذکر شده است. مثال زنده صبح مثلا به چنگیز خان، مثلا چنگیز خان اومد از همین خود مغولستان تا شام تا اونجا و تو شمال تا روسیه تا کجای اروپا رفت، لیکن اثرش که زبانش کجا، مثلا یاسانامه‌ای که طبق همون حکم میکرد کو از تاثیر این کس نامش نمیدونه، یاسانامه که یاسانامه‌اش چی میگه مردم نمیدونن. چرا؟ چون که نیت اونا غصب بود، نیت اونا دزدی بود، نیت اونا تمدن ساختن نبود، نیت اونا تمدن رو ویران کردن بود. بنابراین ببینید اون تمدن اینا ساختن، یکون چه برای مردم ندادن، برای مردمی که غصب کردن و در آخر چی همش مسلمانش طرف بود نگراش اسلام قبول کردن. برعکس ما ببینید مردم تاجیک اسلام نداشت، اسلام پذیرفت، لیکن وقتی اسلام پذیرفت هر غاصب می اومد، هر استیلاگر اومد مجبور بود که دینش قبول کنه، یعنی که او را با آدابش، با اصولش، با دعوتش به اسلام وادش راهنمایی میکرد. یعنی یک بی همت عالی و همت بزرگ برای این ملت بود. نکن بین دوستان نظر به این فتوحات چی اندازه اسلامی، اخلاق و آداب مجددایی که مثلا در علوم مختلف بخاری، مسلم، ترمذی، ابن سینا، مثلا رازی، فلان سینا، هم بیرونی، همه اونها، یعنی که این فتوحات همه انسانی داد که تاریخ و فرهنگ انسانیت تکون داد، یک جهش دادن که تو حال تاریخ انسانیت خیلی جهش بیاد داد، علم جهش کرد با همین انسانایی که چی میوه همین فتوحات اسلامی هستن، بخاری، رازی، فلان، بسم الله سینا. من همیشه اسلام با دعوت پیش میره، نه با شمشیر. مثالش گفتم از مالزی و اون مثلا. من همون خب گفتم شاید که استاد هدف سه چیز است: شکستن همون دیواری که قلدرها ساختن مردم را مگذاره اسلام بیارن، حمایت دعوت اسلامی از دشمنان خارجی، چون که دین حامی نداشت از من میره. سومش مردم جهان را از ظلم دین‌های ساخته و بافته‌ای که هم بعضی روحانی‌های مثلا همون قلاب که میخوام برای خودشون هم رو جلب کنن، دین‌های گاو پرستی ساختن، انسان پرستی ساختن، میمون پرستی هم اینو برای خود ساختن. مردم باید که از این انسان‌ها رو رها کردن. استاد اینجا سوال میاد که یعنی فرق فتوحات اسلامی از همون کشورکشایی‌های فارس و روم یا دیگر چیست فرقیتش؟ اینه که دو فرق جوهری داره. یکم این که در یگون سرچشمه نه اومده است که مسلمان‌ها با وجود که بعضی خلیفه ها ظالم بودن، مثلا ناحق وای کردن، لیکن دست به قتل عام نزدن. دست به قتل عام به معنی قتل زن و کودک و پیر و جوان و یا مثلا دیه ها رو از تور و پودش نیست کرده یا شهرها رو تمام ساختن و بودن، یعنی که در یگون قید نشده است. مثلا اما زمان عبیدالله بن زیاد هم میگه تا زمان مأمون و معتصم عباسیه 10 مراتب شورش دیده است، لیکن بوری ندیدیم که رفته مثلا شهر و دیه ها رو به شکلی عام قتل میکنه. عادتا همون نظامیایی که شمشیر داشتن هم نور میکشتن، مردم عادی کار. اینه که یکی از فرق‌های جوهریش اینه. به جز منطقه شمال و چیزی که در بالا در حلقه گذشته ذکر کردم، مردم بومی در سرزمین خود موندن که در چیزی که فتح میشه نفی نمیشتن. مثلا آمریکا ببینید، آمریکا مردم دوام 200 سال 1% اهالی تشکیل میداد، مردم بومی 1% نیست. اروپایی مردم بومی خیر کردن که تو رو پدشه، یا مثلا استرالیا هم به همین شکل مثلا نابود کردن. خب لیکن تا حال مردم ورارود اکثریت مطلق اند، بیگون کم کم جاهای جزیره از عرب ها دیده میشد در
منطقه جنوبی تاجیکستان و ازبکستان دارم، طرفای قبادیان و ترمیز و بخلم کم کم در اون قشقدری و سرخندریا هست، اونجا موندگی هم بازم که دیگه اونو با مردم اومختش دیگه رفته دیگه عربیتی خودشون هم یاد ندارن شده. باز ببینید دوستان، یک مثلا اون چیزی که تعلق داره به تاجیکی، مثلا ببینیم توقی خودمون رو داره، جامعه خودمون داره، مثلا لباسای خودمون داره، یعنی که چیزی که مثلا هویت ملی ما داره، یکون چه ما از دست زبان ما از دست ندادیم، مثلا تو حالا مثلا زبان خودمون داره، تو بعضی مثلا من یغنابی هم مردمی که زبان سعودی هم تونستن حفظ کنن. یعنی اسلام اصلا نمی‌داد که برای که زبان نور چگونه از دایره بیرون کنه، برعکس چی غناوت بخش زبان ما رو مثلا وقتی با عربی آمیخته شده، مثلا کلمه از جهت اعتقادی هم برای دوستان در زمان خود عباسی ها و در زمان سامانی ها هم بعضی وزیرهای بودن که مانوی زردشتی و مثلا نصرانی و یهودی و یعنی که اونها رو به اصطلاح چی نکردن، از میدان زندگی بیرون نکردن، یعنی به حاشیه نراندن بلکه تو وزارت های بروندن. مثلا ابن نغریل در اندلس وزیر دفاع بود، تصور کنید وزیر دفاعی خلافت اموی در اندلس یک یهودی بود، مسلمان نیست اما چه قدر نفوذ پیدا کرد، تا بعد از سری و پسرش هم استفاده بردن. یعنی که سرجس یعنی در حکومت معاویه کار می‌کرد، در چیز سامانی هم بودن بعضی میشون، یکی آزادانه مثلا قبول می‌کردن، یکی در اون فتوحات ها اون چیزی که در اوایل دیده میشد نمیشه، در حالی که وقتی می‌بینیم وقتی امریکا رو غصب کردن که اون که روسا مثلا آسیایی‌ها اومدن چی نامعقولی مثلا تصور کنید در فرغانه یک اون وادی فرغانه مثلا وادی پیدا نمیشه، میاره یک ارمنی دشنکی رو به نام ساکوف میارن چی میگن وادی فرغانه توشکند ضبط میکنن، سوی میونن کاوفمان مثلا میگن کاوفمان وادی چی میشه، یعنی که به مردم محلی تماما نگون چی نداشت، احترام نداشتن. صد بعضی هم میگن که مثال کتاب ها رو سوزوندن، کتابخانه ها رو سوزوندن، همین چیزها حقیقت داره؟ نمی که از همون دروغ‌های شاخدار است اصلا. پیش از این من مثلا برای دوستان اوستایی که امروز این دنسیتیزا قدر میبالند و ما اینو همه اوستا بودن نسخه قدیمترین در زمان اسلامی نوشته شده است، عصر 12 قدیمترین نسخهش در زمان دولت اسلامی است، از این پیش نسخه ندارن اینو. این اگر اینقدر مثلا مسلمان‌ها کتاب سوز میشتن چرا اینا رو گذاشتن که در عصر 12 هجری بیان چیکار کتاب خودشون در عصر 12 میلادی از 12 میلادی بیان کتاب نیست، اونم کتاب عقیده‌ای مثلا زرتشت. این یک تهمت رایج است استاد که مثلا این اومدن یادگارهای تاریخی نابود کردن این کردن، یعنی که این همون بازاری است که در اطراف فقط همون انسان ملحد شوونیست همون دینسیتیز همونو در اطراف فقط دور میدن، یکی اگر مسلمان‌ها یادگارها رو نیست میکنن تخت جمشید یا همون قصر الابیضی و مدائنی که در چی است در عراق است، تو حالا پوبرجا است مثلا قصر منوشیر و قصر ساسانی هم است که همونجا یزدی از اونجا مثلا فرار کردن، یا اینکه یا در زمان یادگاری که در زمان هخامنشیان مونده است تا حالا در است در اینکه جای ایران است، نقش رستم آتشکده آذربایجان مثلا، خب هیکلی بود مثلا در افغانستان بود نه کیا شکست کفوندن ترکوندن، یعنی صحابه اومدن تو اونجا مثلا که هیچ کس به اون کاردار نشده مثلا با چی اینجوری که مثلا قلعه موق مثلا در استرامشن موق اون جایی که موقعی زردشتی مثلا چی میگه قلعه ایران نکردن برای چهار آتش پرست شدن مثلا. خب این معنی نشون میده که مسلمان‌ها هیچ وقت برای خرابکاری نموندن، برای مثلا تمدن ساز. پیامبرمون میگن که مثلا در حدیث میگن که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ببین انصاف پیامبری که گفتن که من برای مکارم اخلاق پرتر کردن اومدم، پر کردن اومدم، نگفتن که پیش از من نبود و من نه پر کردن اومدم. خب مثلا شهرهایی که به صلح فتح میشدن مثلا کردار نمیشدن با اون آبیده یا آتش کده، نه که شهرهایی که به جنگ فتح میشد حتما همون کلانترین گیم که معبدی اونها با مسجد داده میشد، اگر به صلح فتح شد نمیشد. مثلا ببینید دوستان این از کتاب شپیلر یک نمیسی است آلمانی است، میگه که در قم
در اصفهان، در یزد، در خوزستان، فارس تا عصر 10 میلادی اکثریت اهالی رو زردشت‌ها تشکیل میده. یعنی اسلام اصلا چند داد؟ 7. تا 300 سال میگه اکثریت مردم چی بودن؟ تا تو میگه در شیراز زردشت‌ها اونچنان بسیار بودن که بدون اون که نشانه و علامت رو برای غیر دین ها منشته بود به لباس خود آویزان کرده آزادانه میگشت. شیراز میگه اکثریت بود. همون بعضی مثلا میان بند و زنا رو چی میگن همون نمی آزادانه حرکت میکرد چون که اکثریت اون خود اونا بودن در شهر. این شهادت یک مسلمان نیست، این گواهی یک نیمیسی شپیلری مثلا خاورشناس است. بعد میگه که و ایدهای گبری را اینه که آشکارا جشن گرفته میشد، حتی در کوچه با مسلمانان دست به گریبان میشدن جشن. ایدهاشون هم آشکار مثلا ایدی مثلا چیزی که به دین‌های پیشترشون تعلق داشت میکردن آشکار. این در تاریخ ایران در قرون نخستین اسلام آمده است. کتابش نماش هم خیلی است. یعنی عین همین شرایط میگه در جنوب خزر نیز حاکم بود. جنوب خزر منطقه مازندران و تبرستان اونجا بود. یعنی خلاصه ببینید در هرات میگه تو عصر 10 همون آتشی و میگه آتش کده میگه شعله وار بود. تبری نقل میکنه که همین سال ببینیم زیاد هم آدمی که دیون بار سمرقند هجوم کرده است. سال 65 هجری برابر با سال 685 میلادی والی خراسان شد. همون سال میگه همین شپیلر با چی کرده است میگه عمر میگه 20000 آدم نام پسرش سلم مونده است. یعنی که به فاتحهای خود چی داشتن؟ یعنی که عشق داشتن. گرچه که باز یک الهی خوب میکنه میگه که سلم این یکی از قهرمان‌های چی است؟ مردم فارس است مثلا داستان‌های قدیم است. غریبه که مثلا نیمش اگر برای داستان قدیم باشه نیمی دیگرش بگذار که یک فایدهش هم باشه. یعنی که مردم یا نمود چی با اونا چی داشتن؟ خوشبین بودن نسبت به این فاتحه که بالا نمی‌داد. در مقابل ببینید این چی از باید بگویم این چیزی که در مقابل سلم پسر کلانی خودش نامش میدن چی مونده؟ سغدی ابن سلم. سغدی. بله. احترام به بچه با گیم که فرهنگی میده. من بچه سغدی مونده است. مثلا از میبینیم که در سعودی هر نام از اونجا ترکی میگن. ترکی یعنی که از دوستاریشون مردم ترکی اونجا رو حکومت میکردن. بعضی مردم نام بچه ترکی میمونن. این چیزا معنا داره و همون سلمان مثلا پسر خودش سغدی موندنش از این قبیل است. لیکن ببینید یکون مثلا این قدر مثلا اون آدم دیده که مثلا نام پسرش گرفته لنین استالین انگلیس مارکس مثلا این قدر اومدن فاتحه مثلا چی فکران چیکار چی نظام ما یا آدم در استراحت اومده نامش میلیس بود مارکس انگلیس لنین استالین همش جمع کرده نام یا آدم دیگه که هیچ تأثیری نیست از چون اون و کار و اون فتو اومدن کشورکشیشون برای خدا نبود، برای تمدن آوردن نبود، برای غارت بود، برای مردم انحراف کردن بود. اینجا یکچند چی از استاد درباره همین چیز من برای چی جمع کردم برای اینکه اینها علمای خاورشناس غربی ان مسلمان نیست که ما بیازو شنونده که مثلا دین ستیز از یا شاونیست است نگه که اومده این چیز از شما بافته است بلکه این چیز از خاورشناسای غرب است. مثلا توماس آرنولد در کتاب دعوت به سوی اسلام گفته است که نشونیدیم که تلاش برای غیر مسلمان را به پذیرفتن اسلام مجبور کرده باشند. نشونیدیم میگه در تاریخ. در جای دیگه میگه که ببینید خراج مصر در زمان عثمان 12 میلیون دینار بود. خراج مصر در زمان معاویه 5 میلیون فرامد میگه. با 5 میلیون. خب آرتور استنلی تریتن یک بریتانیا در کتاب اهل ذمه در اسلام میگه که در زمان حاکم به امرالله فاطمی شیعی واقعش میگه که اون رو دیوانگی یا بی‌عقلی وصف کردن ممکن است. چرا؟ از جمله بی‌عقلیش این بود که بسیاری از اهل ذمه و یهود و نصارا مجبور به اسلام آوردن کرد. اون اسلام فاطمی خودش یعنی که شیعه خودش. لیکن جالبه ببینید میگه که سپس ظاهر بی برس سنی آمد با آنها اجازه بازگشت به دینشون رو داد چون مجبور مسلمان کردن. خب فعلا بسیاری آنها سال 418 هجری از اسلام گشتند. سپس مؤلف افزود یعنی که پسید میگه که این رو تحمل پذیری می‌نامند. انا این تحمل پذیری یا گوستاف لوپون هم مثلا میگه که گرچه در شمشیر داشتن آنها را به اسلام نمیگرفتند یعنی که به آزاد میگذاشتند تا دین خود را عملی کنند و با آنها کاردار نمیشدند.
یا بلاسکو ایبنسی اسپانی در کتاب سایه کلیسا میگه که حمله آنها، این حمله مسلمانان در اندلس در نظر دارد. آنها یعنی که تمدن ساز و شهر ساز بود، نه حمله استیلایی و مجبور سازی. مسجد از کلیسا و دیر یهود نمی ترسید، بلکه آن را اعتراف میکرد و تلاش کنترل آن را نداشت. این اسپانی گفته است. یا زیگرید هونکا، یعنی یک آلمانی مشهور است، میگه که مسلمان ها بر خلق های مغلوب شده اسلام را بار نمیکردند. مسیحی و یهودی زردشتی تا آمدن اسلام به شدیدترین وجه تهمه تعصب بودند. مسلمان ها به کلیسا و آتشکده آنها کاردار نشدند و اذیت ندادند. آیا این نهایت تحمل پذیری نیست؟ این زمان هونک باید. یا مشپیلر ما آدمی که درباره‌اش صحبت کردیم در کتابم ایران در قرون نخست اسلام میگه که هیچ موردی را نمیدونم که زردشتیان به طور منظم، یعنی که سیستماتیک است و به تاریخ قبلی موردی تعقیب واقع شده باشه. نیست. میگه که مسلمان پلان کشیده رفته منم و یک قشلاقمون نیست میگم دهه برای که نو زردشتیان، این دهه نیست میگم برای اینکه نو نصرانیان نگفته، این چیز نیست میگه. بعد میگه که در جای دیگر اشاره کرده میگه که از ویران کردن آتشکده‌ها با فرمان دولت و یا اقدامات دیگر بر ضد مقدسات زردشتی یا کتب دینی آنان خیلی به ندرت شنیده میشه، که خیلی کم است. خیلی او در قصه چی گفته. بلکه برعکس اوستا را از کتب مسلم زردشتیان حساب آوردن. سال 840 میلادی 225 هجری اعضای زینه‌های پایانی حکومت در سقط به زردشتیان تجاوز کرده بودند، از طرف دولت مورد مجازات قرار گرفت. یعنی که همین یک گروه که مسلمان‌ها یعنی که کتابی هم زردشتی را شاید تحقیر کردن، چی کردن که حکومت اومد گشته اونها رو جزا داد که چرا شما به اهل کتاب یعنی که به همین مردم چی دارید؟ چون که کفالت چه پیامبر دادن که اهل ذمه میگن که پیامبر اونها رو به حمایت خود گرفته. یا مثلا در نشریه زردشتی فروهر شماره 476 مرداد سال 396 شمسی است. پژوهشگر زردشتی دکتر کتایون مزداپور میگوید که جامعه ایران هرگز نوشتاری نبود. این در اون موضوعی که آیا ایران خوانده گفتن که مونوپولی فقط کیا بود خوندن و نوشتن نبود. یعنی نوشتن به قدر کم بود که به چشم نمیرسید. به این شکل چگونه میتون دعوا کرد که این اکون درباره کتاب سازی پیش از اسلام در ایران کتابخانه‌های بزرگ وجود داشت، فاتحان مسلمان آمده و کتابا را ساختن. حالا که خودی زردشتی میگه که جامعه ایران هرگز نوشتاری نبود. یعنی مردم که توده فقط کی بود؟ همون آتشبانا، یعنی که همون زردشت ملاهای زردشتی موبدا حکومت دارا میدون این دیگه هیچ کی در معلوماتی نوشته نیست، خوندن نیست. یعنی علم در همون ها فقط منحصر. بله مونوپول کرد. بله وقتی که مونوپول باشد کتاب البته کم میشه. خب برای این افتضاح است که ممکن نه این چیزا بکنن دعوا کردن که کتاب ساختن. مکتب خوندن با اجازه نمیده؟ بله مکتب نبود اصلا. مکتب فقط برای طبقه بود. خب شاونیستا چی میگن کتابخونه ساختن؟ که وقتی سوال مشخص بدی کدام کتابخونه، کدام شهر، در سمرقند چند کتابخونه بود، نامش چی بود، چند کتاب داشت، بخارا نامش چی بود، کتابخانه یا این استراشن یا خوجند یا ختلان چند کتاب داشت مثلا، کجا بود؟ خب به گفته مطهری که از مرتضی مطهری ایرانی میگه که از کتابخانه ملی با آتش کشیده شده خبر دارن اما از محل آن اطلاع ندارن. یک کجا از نمیدونن، نه که خبر داره که اشتباهی است. مثلا یک مسخره داره اینجا. میدونم ابن خلدون اصل 8 اومده دعوا کرد است که در کجا مثلا کتابخانه ساخته این کلمه، لیکن ببینید ابن اعثم در عصر 2 هجری اومده است، طبری عصر 3، یعقوبی، دینوری عصر 3، مسعودی مقدسی عصر 4، مسکوی در عصر 5، ابن اسیر در عصر 6. چیز درباره کتاب سازی نگفتن. یک آدم در عصر 8 اومده گفته همون چرا قبول دارن. 7 عصر معلومات درباره کتاب سازی نیست. یک امر با ابن همین خلدون میداره چی گفته است؟ یقال گفته میشود به صیغه مجهول. بله این معنیش اینه که کمپیوتر لبی آب گفتن، همین برابر است که قیمت علمی نداره این چیز. کمپیوتر لبی آب گفت یا زنایی که برای آب گیری جمع نشن این قیمت علمی نداره. یعنی خود ایران هم میگن که یگون در تاریخاً یگون کتابخانه بزرگی مثلا ثبت نام نشده است یا ثبت نشده است به شکل اون غیر از همون گوندی شاپور که اونم اساسی بعضی همون خریستانای که نصرانی نوروزی رو آوردن در اونجا شاه جا داد و برای اونا
فعالیت داد تا که اجازه داد تا اینکه فعالیت پژوهشی پیش بره. به صورت طبی، خاراکتر طبی داشت. همون مثلا فارس بلکه از چی؟ از یونان آمده بود یا بیزانتین آمده بود. علاوه بر همین گوند شاپور بعد از مسلمانان ایران رو فتح کردن 3 قرن دیگه فعالیت خودش برد پیش. 3 قرن دیگه وجود داشت. اگر اون میساختن همین میساختن. یعنی که اساسی هم کتابخانه کلانتر در موضوع همین حساب میشه. یعنی منطق عجیبی دارن که کتاب ساخته شده میدونن که جاش نمیدونن. کتاب کجا ساخته شده نمیدونن. کتاب ساخته شده ساخته کجا نمیدونن. یعنی در وقتی که درباره مثلا بمباران شدن بخارا میگه همش دانش مقصود. کوقند بمباران کردن اومده وقتی بولشویکو جین بخارا تجاوز و طلاهای دیدن هیچ کی کار ندارن. یک چیزی که در اصل چند شدگی از اون نشدگی است در اطرافش افسانه میسازند و خودشون چی میگن. اگر همین فکر کنیم سخنایی که میگن در اطراف این چیز ما گویا که تمام ده ها سقراط و بقراط و افلاطون و پیثاگور و نمیدونم چی داشتیم پیش از اسلام. همه اون عرب اومدن نابود کرد. دکتر پرویز رجبی نام ایرانی است میگه که در مورد کتابخانه و از کتابسازی با توجه به نظام طبقه بندی که گفتیم در مورد تحصیل نباید این اتفاق رو باور نکنید. این خیلی میگه طبقه بندی است و فقط یک طبقه علم محتکر کرده است. خیلی اینقدر میشه که کتابخانه داشته باشه. میگه که فلان کتابخانه 11 روز میساخت. افسانه از همین قبیل. به هر حال ملت روایی هستیم و استناد به شنیده ها میکنیم. میگه که ما میگه ایرانی ها یا فارس ها ملت روایی هستیم به شنیده میگه نوشته نداریم میگه و هیچ کس دنبال مدرک و سند نمیره. میگه مصاحبه با روزنامه اعتماد سال 1388 هجری قمری. ویلیام دورانت اینم یک خبرشناس چی است ایران شناس است میگه که در تاریخ تمدن کتابش یعنی بسیار دختر جالب است. من در حقیقت خوندم حیران شدم. میگه که جزیه از 1 دینار تا 4 دینار میشه و از پرداخت اون مبادایی که موقع پیرانسالا کمبغلا کورها زنها یا که اینولیدا مثلا نابالغ و غلاما استثنا بودن. از آنها جزیه گرفته نمیگشتن. علاوه بر این همه خدمت حربی معاف بودن. یعنی که خدمت حربی نبودن و زکات هم نمیدادن. یعنی کافر و زکات چی میتونه که ببین میگه که اینجا قیاس کن میگه قیاس ببین یعنی که 1 دینار تون 4.25 گرم است. خب بسیار از 4 دینار چی میشه؟ 17 گرم طلا میشه. میگه که یعنی که آدم تواناتر باشد 4 دینار بهتر باشد کم میده. یعنی این ارزش ثابت بوده که همه وقت با همه خیلی میداده. یک سال به یک بار 4 دینار میده. لیکن میگه در حالی که مسلمان ثروتمند همه ساله ثروتش قابل افزایش است خب دونه فایز مالش باید تیه. مثلا اگر میگه یک صاحب کاری مسلمان 100,000 دینار داشته باشه دیگه و زردشتی هم حق پول داره 100,000 زردشتی 4 دینار میده برای حمایش لیکن مسلمان 2500 دینار میده. اون 100,000 این انصاف نیست؟ نه انصاف نیست. عین همون پول هرچند شهروند یک دولت ها فقط این دینش دیگه است این دینش دیگه است. این مسلمان 2,500 دینار باید بده زکات و زردشتی باید فقط همون جزیه شتیت 4 دینار بده. اون میگن جزیه میگن بالا ظلمش تو این سخن ما نیست. با چه خیلی دورانت است. این همون با علمای خودشون خبرشناسای خیلی اونها است. یا مثلا نبوده که استاد تکرار شدن مثلا ورارودی ها مردم پس از 10 ساله ها شورش علیه مسلمین به اسلام شرفیاب شدن لیکن بعد اون که اسلام آوردن از فاتحان مشهوری ورارود شدن خودی مردم میمونه. مثلا خودی با نمونه بارزش سامانای خودی ما اسماعیل سامان یا اولاد آل سامان. یعنی پس از 10 ساله ها منطقه در حالت دفاع بود از کشمنچی‌های اطراف. لیکن وقتی که سامان‌ها دولت خود تشکیل کردن دیگه اینجا چی همون اطرافنگ کشمنچی‌ها همش به اسلام بود. مثلا همین سلجوقی‌ها هم که از شاگردای سامان در اصل سامانی‌ها مثلا اسلام آوردن بعد از اونها اسلام آوردن مثلا بعد نتیجه ببینید حسناتی مثلا آل سامان که بعد از آل سامان مثلا همین سلجوقی‌ها اومدن و عالم اسلام از هجوم صلیبی‌ها دفاع کردن. مثلا خدا رحمت کنه الپ اسوان و اونایی که اومدن ملزگیردن معرکه ملزگیر بعد از اون دیگه رفتن پیشگیری کردن اونا نتونستن که از زمین وارد شدن بعد از بحر اومدن. حسنات اسماعیل سامانی هستن شاگرد هم هست. نوریدین زینکی صلاح الدین ایوبی که سلسله میره به اون سامانا میرسه.
مثلا بین محمد فاتح بین اینم عرب نه. زینکی مثلا سلجوقی است. سلجوقی که حسنات از حسنات آل سامان است. صلاح الدین شاگردی که از نورالدین است، حسنات از حسنات سامان است. یعنی ملت ما رو ملت بزرگ کرد. ما رو ملت عالم شمول کرد اسلام. اسلام برای ما همین چه میشه. اسلام ما رو ملت معروف کرد. نادرا میبینید که مورخ یک دولت تعریف کنه، دولتی به نام اسلامی هم باشه. یکی ذهبی ببینید در تاریخ اسلام هم در سیر علم میگه که یکی از دولت‌های عدل و داد و معرفت پرور و علم پرور میگه آل سامان. یک قیاس مثلا ببینید تاجیک زین بزنه مثلا ما بین 10 ساله ها ممکن تا 100 سال اسلام قبول کرد. یکی ببینید مثلا دولت عثمانی در بالکان 500 سال حکومت داشت. در مثلا خود یونان در بلغارستان در لیکن مسلمان‌ها اکثریت نشون یعنی مجبور نمیکنن. خب لیکن تاجیک به قناعت قبول کرد. مردم برآورد مثلا وقتی هندوستان رفتن بین مسلمان‌ها قریب 1000 سال حکومت کردن. از دوری بگیریم در سبکتگین محمود سبکتگین بعد وقتی که این کیرا بابور اینا رفتن حکومت چون تو اومدن انگلیس‌ها دوم. لیکن وقتی انگلیس برآمد مسلمان‌ها اقلیت موندن. چرا که حکومت دستشون بود که زوری نمی‌کردن. وجدان که اونا قبیح‌ترین نوع کفر و شرک هندوها دارن. گاوا میپرستن، میمون مشام میپرستن و پمیدارم بودرینگ هم هر چی اومد میپرستن. یعنی ببینید یعنی که این خطاب با اون شاهنیستا هست. اونا اسلامستازی که اسلام مثلا چی میگه؟ یعنی اگر شما تاثیر فرهنگ اسلامی رو قبول ندارید نفی میکنید موقعی آن رو قبول ندارید ناچار برای اظهار عظمت و بزرگی و غناوت باید که به تاریخ تو اسلامی مراجعت کنید. یعنی دوره‌ای که اسناد از اون نداریم. خب یگان شخصیت نابغه یا آثار علمی مشخصه چی فلسفی باشد چی هنری باشد چی هنری که تمام جهان شمول باشد نداریم. گفتم نمیتونه شد. یعنی کسی نظام رو وقتی بد جلوه میدهد باید که بدیل یعنی که برای مثلا یک چیز پیشنهاد کنه. یعنی خطاب به همین شاونیستا یا اونایی که اسلام ستیزن مثلا وقتی شما تاثیر فرهنگ اسلامی رو نفی میکنید این کار میکنید موقعیتی اون قبول ندارید مثلا در بین مردم تاجیک. خب ناچار باید برای اظهار عظمت و بزرگی و مثلا فرهنگی زمانی تا اسلامی مراجعت کنید. اگه وقتی مراجعت میکنه با یعنی دوره‌ای که اسناد از اون نداره میگم شخصیت نابغه یا آثار علمی مشخص یعنی که در اطراف هیچ چیزی نیست یک هنر یا هنرمند یا چیزی که عالم شمول باشد نداره جز یک نفر اونم بزرگمهر مثلا بزرگمهری که وزیر بود و همون هم از دین زرتشتی برای من نصرانی شد و به دست انوشیروان یا پسرش کشته شد. همین بزرگمهر بدونید بزرگمهری چی میگن نامش حکیم خیلی حکمت و باید همین مردک من دین نصرانی قبول کرد خیلی که بیهقی در تاریخش آورده است برای همین یادم کشتم. یعنی تو اسلام چند تا شاه یا سرلشکر میدونیم خلاص خیلی شاه یا سرلشکر میدونیم یکی یک عالمی که مثل چند بار تکرار کردیم سقراط و بقراط و پیفاگور و اینا هم باشد ما ندیدیم. اما پس از اسلام چی؟ پس از اسلام ما چی دیدیم؟ بزرگترین نابغه در فلسفه، در تاریخ، در ادب، در هنر، در شعر، در ادب، در جامعه در همه چی از مردم ما برام. در آخر هم سخن متفکری بزرگ محمد جان شکوری میاریم که میگه که این هم گفتنی است که مردم فارس به خصوص خراسانیان یعنی منطقه ما رو دارن در گسترش اسلام در دامن پهن کردن آن به کشورهای دیگر بسیار غیرت کردند. در میان خلق‌های چون اویغورها، ترکمن‌ها، قزاق‌ها، قرغیزها و غیره اسلام را جاری نمودند. در این مورد باید تاکید شود که اجداد ما نه به ضرب شمشیر نه به زوراوری و خونریزی بلکه با علم و دانش و منطقی سخن حق مردم را به اسلام می‌کشاندند. این در خراسان است اینجا در کتاب خراسان است اینجا آورده و زرینکوب هم مثلا به تأیید مثلا به همین معنا نزدیک میگه که حکومت ایران به زور شمشیر سرنگون شد. حکومت ساسانی به زور شمشیر سرنگون شد اما توده‌های مردم اسلام رو به زور شمشیر نپذیرفتند بلکه به زور شمشیر یعنی که با علم و دانش و با دعوت و با این پذیرفتند. یعنی آیا بعد این میشد که به عباره افسانه‌ای اسلام با زور شمشیر پیشرفت از باور کرد؟
البته نه. تشکر زیاد استاد عزیز. واقعا در حقیقت ظلم میکنن نفری که میگوید اسلام با شمشیر پهن شده است. و اینجا برنامه امروز ما با آخر میرسد دوستان عزیز. و چنانه که عمر رضی الله عنه گفتند و ابو عبیده رضی الله عنه که ما یک قومی بودیم که واقعا یک قوم خوار و ذلیل و الله تعالی ما را با اسلام با نور هدایت عزیز گردانید. پس هر وقتا که ما عزت رو و عزتمندی و آبرومندی را خواهیم بجز دین اسلام، بجز تعلیمات و دستورات اسلام، چنان که استاد بیان کردن، ما مردم این کشور با همین دین اسلام و دستورات و تعلیمات همون اولین آیه های قرآن کریم بود که بخوان بود با همون عزیز گشتیم و اینقدر نابغه ها و دانشمندان بزرگ از ما برآمد. و خلاصه از خود شما است دوستان عزیز. شما را به الله میسپارم. الله همیشه نگهبانتان باشد تا نوبت آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.